خب سلام، امیدوارم که حال همگی عالی باشه. رسیدیم به یه قسمت دیگه مصاحبه هایی که با دانشجویان در خارج از کشور داریم. رسیدیم به آقا سروش، دانشجوی پزشکی دانشگاه ناپولی فدریکو، و قراره که بپرسیم ببینیم که سروش جان دقیقاً چه مسیری رو طی کرده، چطور برای آزمون آماده شده، از چه مواردی در واقع استفاده کرده، مطالب مشاوره دقیق که ما روی هر درس چطور باید تایم بذاریم، چون که یک کار فوق‌العاده‌ای که سروش کرده و ما ادامه بهش میپردازیم اینه که آیلتس رو توی شرایط فوق‌العاده‌ای گرفته و این در نوع خودش بی‌نظیره. و اینکه زندگی دانشجویی چجوریه، چون سروش قبلا توی یکی از رشته‌های خوب علوم پزشکی مشغول به تحصیل بوده که خودش بیشتر در این مورد میگه، هزینه‌ها، جو دانشجویی و همه چیز. برسیم به ادامه مصاحبه. لطفاً تا یادتون نرفته دکمه در واقع سابسکرایب و نوتیفیکیشن چنل ما یونیورژن رو باز بکنید تا از آپدیت های دیگه مطلع بشید. سروش جان لطفاً خودتو معرفی کن، معرفی کاملتر کن، و اینکه آقا بگو داری چی کار میکنی دیگه. سلام رضا جان، وقتت بخیر باشه. سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که ویدیو رو میبینن. رضا بخوام از خودم بگم، من 3 سال و نیم دانشجوی دامپزشکی دانشگاه تهران بودم و به شدت هم رشتم رو دوست داشتم، درگیر این رشته بودم و در این حد که توی یکی دو تا بیمارستان به عنوان دستیار پزشک کار میکردم که به قولی میخواستم از لحاظ پرکتیکال خودم رو خیلی سطح بالا نگه دارم که وقتی درسم تموم میشه بتونم یه آینده خیلی خوب یا حداقل برای خودم رقم بزنم. تو این حین من 2 تا از دوستانم شروع کردن برای مهاجرت کردن، خوندن و کار کردن. من در جریان نبودم. 1 سال از پروسه کارهای بچه‌ها گذشت و تموم شد و مهاجرت کردن و بعدش خب تو اون 1 سال بچه‌ها مرخصی گرفته بودن، دانشگاه نمی اومدن، میگم همکلاسیام بودن. و بعد از اون 1 سال که دیدم اومدن خدافزی کردم، پیگیر شدم ازشون، دیدم که یه پروسه تحت عنوان آیمت هست، باهاش میشه مهاجرت به خارج کردش. بعد خودم اول اینو بگم خیلی به فکر مهاجرت بودم. من از بچگیم تقریبا دوست داشتم که از ایران برم، چون که یه سری از اقوامم خلاصه بیرون از ایران بودن و کشورهای مختلف زندگی میکردن و خلاصه من یه دید شفافی نسبت به اینکه بیرون از ایران چه خبر هستش و چه دسترسی های بیشتری برای ماها فراهمه، چه دانشجو چه هر کسی منظورم. خلاصه سر همین خیلی علاقه داشتم به مهاجرت کردن و همیشه پیگیرش بودم. حالا تو اون تایمی که داشتم برای دامپزشکی میخوندم همش داشتم بررسی میکردم که چطور میتونم وسط درسم مثلا برای همین رشته دامپزشکی برم یا نه درسم تموم بشه برای تخصص اقدام بکنم. تا اینکه با این دوستان در واقع برخورد کردم که اینا مهاجرت کردن، ازشون پیگیر شدم این قضیه رو و فکر کنم اواخر دی بهمن بودش که بچه‌ها کاراشون تمام شده بود و داشتن خدافظی میکردن که بیان ایتالیا، که من فهمیدم همچین داستانی هست. پیگیر شدم که همین بچه‌ها شما رو معرفی بهم کردن که باهاتون صحبت کردیم، بحث کردیم، شرایط کشورهای مختلف رو صحبت کردیم، اینکه دامپزشکی رو چجوری ادامه بدم، چه شرایطی برام داره، چه مزیتایی داره، چه معایبی داره. یا رشته‌ای که همیشه علاقه‌شو داشتم، کنکور خودم رو براش کشتم و حالا به هر دلیلی به نشد معنای که من واقعی رشته فکر میکنم خودتو کشتی توی این رشته. آره، به خاطر اینکه من خب کنکور 1400 شرکت کردم. بعد توی کنکور 1400 هم اون موقع اوج کرونا دلتا بودش و منم سر کنکور به شدت استرس که دارم امتحانو بد میدم، نگو منو بد نمیدادم. کنکور واقعا سخت بودش. کنکور آره 1400 یکی از سخت‌ترین کنکورایی بودش که برگزار شد. دیگه سر جلسه من برای اینکه فقط بتونم این امتحان بدم و این یکی از چیزایی که واقعا ناراحت کننده است. یعنی میگم حالا درسته با خنده میگم، ولی واقعا ناراحت کننده است که من از ترس از آیندهم، اینکه من اگر این آزمون 4 ساعته رو خراب بکنم تمام زندگیم به فنا میره، چیزی که تو ذهنیت اکثر بچه‌ها فرو کردن به قول این قضیه رو. من ترسیدم، ماسک و شیلدم و برداشتم که فقط بتونم نفس بکشم، چون اکسیژن من کم آورده بودم. خیلی سخت داشتم امتحان میدادم. اصلا دیدی یه حاله سیاهی دور چشم آدم میاد، انگار داره توی حالت به قولی اذیت بودم دیگه. حالا این خیلی سرتون در نیارم آره تو قضیه.
من دیگه بعد کرونا، میگم بعد کنکور من کرونا رو گرفتم، 85% درگیری ریه داشتم و بیمارستان بستری شدم و به خاطر همین میگم واقعا خودم رو کشتم. و اینکه پزشکی قبول نشدم خب واقعا برام ناراحت کننده بود، چیزی بودش که از بچگیام دوست داشتم که تو این رشته باشم، ولی به هر دلیلی حالا نشد و دامپزشکی رفتم و یه سال که خوندم خوشم اومد، حقیقتا به دام هم علاقه داشتم. و خودم تو گربه در واقع داشتم. خیلی پیشرفت هم داشتی توی این رشته و آره اینکه خب همین توی خوش آمدی. دانشگاه، آره توی دانشگاه آره فوق‌العاده هم مشغول به تحصیل بودی. سروش آره توی دانشگاه تهران دامپزشکی میخوند، خب چیزی که در واقع با رشته‌های در واقع با رتبه مشابه میشه، رشته‌های خیلی خوبی رو تو شرایط دور خوند. و اینکه درسته. چرا این کار رو هم کردی در نوع خودش جالب بود، ولی در نهایت آخرش رشته رو به موقعیت ترجیح دادی و هم مهاجرت کردی و هم پزشکی که مورد هم علاقت بود خوندی. پزشکی که میخواستم خوندم، بله. من همیشه میگم یا کاری نکن یا وقتی میکنی تا تهشو برو، بهترین اون کار شد. اصلا سر همینم دام پزشکی که حالا توی اولویت یکم هم نبود انقدر پیش رفتم، ولی با آیمت آشنا شدم، بررسی کردم. اوایلش با خودم میگفتم که بابا اصلا مگه میشه تو بری یه کشور درس بخونی، اون به خاطر اینکه تو اونجا داری درس میخونی بیاد بهت پولم بده. اصلا با هم این منطقش با اون جور نبود. ولی با شما که صحبت کردم، دوستان که مهاجرت کردن و دیدم، اینجوری بودم که نه، انگار همچین الکی هم نیست، یه چیزی هستش که این حرفات پشت سرش هست و دربارش میزنن. خلاصه یه بعدیش من خیلی دیر با این پروسه آشنا شدم با آیمت و خوندن براش. من مجبور شدم که از کی بود، من سر کار میرفتم اون موقع، من فکر کنم 13 اردیبهشت 13 یادمه. اردیبهشت ماه 2023 بودش. حالا یکی میلادی یکی شمسی هم گفتن چون واقعا الان میلادی شدم بود سالشو که شروع. من دیگه از کارم انصراف دادم، استعفا دادم از دانشگاه، مرخصی گرفتم که گفتم 5 ماه خالص وقت دارم. دیفالت هم این بودش که امتحان شهریور برگزار میشه، آزمون آیمت. چون همه بهم میگفتن که 2023 رو در نظر نگیر، استثنا بودش که 1 ماه تأخیر خورده شد، طراح آزمون داشت عوض میشد، از کمبریج میشد مینور، برای همین افتاد توی اکتبر. گفتن دیفالت رو بذار توی سپتامبر که میشد وسطای شهریور. و منم اینجوری بودم 5 ماه وقت دارم، باید هم آیلتس بخونم هم آیمت. دیگه با شما صحبت کردم، جلسه گذاشتیم، هم از بابت انتخاب شهر هم از بابت انتخاب دانشگاه که حالا ایشالا درباره هر کدوم جداگانه صحبت میکنیم. ولی آره حسابی سوال داریم که واقعا ازت بپرسم. خدا رو شکر هم من هم شما هم فکر کنم بشه، چون به شدت هم خوش صحبت هم هستی، قرار ممنونم. مصاحبه طولانی داشته باشیم. آره و یک مسیر فوق‌العاده‌ای رو طی کردی از اردیبهشت تا شهریوری که هست. در طی این مدت مرور درس هایی که هست، خب البته پایه خیلی خوبی داشتی، ولی زبان کاری که کردی در نوع خودش بی‌نظیر بود و من احساس میکنم که زبان آره، سخت‌ترین بخشی که تو گذروندی در واقع همین بخش زبان بودش، زبان بله. بود. در مورد دقیقا. اینکه چطور زبانو در واقع اوکی کردی، آیلتس گرفتی، مسیرت واسه آمادگی اون چی بود، یه کمی بیشتر توضیح میدی که چند تا امتحان دادی، ماک چطور بود، خود حالا کمبریج هایی که شرکت میکردی یا کتاب های مشابه بله. مثل آیلتس ترینر، بیشتر برامون بگو. رضا جونم برات بگه که خب من چون وقتم کم بودش، اولا که من هر کسی الان شروع میکنه به درس خوندن میگم اگر وقت داری اول تا قبل عید آیلتس تو بگیر، خیالت از بابت زبان راحت بشه، بعدش شروع کن برای آیمت خوندن. ولی خب من وقتم کم بودش و مجبور بودم جفت اینا رو با هم پیش برم. زبانم هم اصلا خوب نبودش، من فقط در حد کلاسای کلاسایی که مدرسه میذاشتم زبان بلد بودم، نهایتا هم یکی دو تا ویدیو فیلمی که به آیا انگلیسی من نگاه بلکبورد. میکردم. بله دقیقا در همون حد بودم. تو فکر کنم پایین ترین درصد کنکورم هم زبانم بود که 68% زده بودم. بعد دیگه اولین کاری که کردم، حالا با استادایی که به معرفی کردین و پکیجایی که داشتم و خوندم یا توی اینستاگرام این ور پیدا کردم گرفتم، اولین کار همه جا میگفتن که باید تعیین سطح بدی، که درست ترین حرفه که باید سطحت معلوم بشه، که بگن حالا باید چه منابعی رو طبق سطحی که داری بخونی. که درست ترین تعیین سطح برای کسی که میخواد آزمون آیلتس بده خود آزمون آیلتس یا به اصطلاح ماک آیلتسه. چون هیچ آزمون دیگه‌ای به اون دقت به اون قدرت نمیتونه. شما میری دیدم بچه‌ها میرن آموزشگاه مختلف، طرف 4 تا سوال ازش میپرسه و همونو میگه خب تعیین سطح شدی الان تو سطحت فلان، پاشو برو. در صورتی که نه رایتینگش نه لیسینینگ درست حسابی ازش فقط یه با دونه 4 تا اسپیکینگ مهارت ساده واقعا بوده. شامل بشه. بله دقیقا.
من دیگه اولین ماکم رو همون موقع فکر کنم هفته های آخر اردیبهشت ماه بود که دیگه تصمیم جدیمو گرفتم، ماک دادم. اولین ماکم شدم 4 و دیدم که یه فاصله 2 نمره‌ای خیلی سنگینی من با حداقلی که میخوام داشتم و با هر جا حرف میزدم میگفتن تو 5 ماه نمیشه. تو 5 ماه میشه از 4 به 6 رسید، ولی تو 5 ماه برای کسی که هم آیلتس باید بخونه هم آیمت، و آیمت هم بخش عظیمیه، تو آیلتس بگیره آیمت قبول نشه، خب الان انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. و سر هم با هر جا حرف میزدم نمیشد، یا مؤسسه‌های خیلی خوب رفتم میگفتن که 9 ماه طول میکشه، نمیدونم 8 ماه طول میکشه. من اینجور من اینقدر وقت ندارم، واقعا نمیتونم. آره نشستم یکم خودخوان خوندن، دیدم که نه، برای خودخوان خوندن شاید بتونم پایه‌مو بیارم بالا، ولی یه چیزی که درباره آزمون آیلتس هستش، آیلتس فقط آزمون اطلاعات زبانی نیست، آزمون مهارت هم هست. شما باید یعنی هستن کسایی که طرف سطح زبانیش در حد آیلتس 5.5، ولی با مهارت خودشو به 6 و نیم هم حتی میتونه برسونه، مخصوصا توی نمره‌های پایین، حوالی نمره 5.5 خیلی مهارت میتونه توی بالا بردن. حالا توی نمره‌های بالا 7 به بالا واقعا نه، باید دانش زبانی بالایی هم آدم داشته باشه، ولی این مسئله بود و من اینجوری بودم که فقط با دانش زبانی من نمیتونم تو 5 ماه خودم به آیلتس 6 برسونم. یه هفته خودخوام خوندم، دوباره گذاشتم کنار و به اون استادایی که گفته بودین رجوع کردم، درس‌ها رو خوندم، پیش رفتم. یه 3 ماه من اول رفتم آموزشگاه سفیر، گفتم اصلا با کلیت آیلتس آشنا بشم، و آموزشگاه سفیرم تنها جایی بودش که دیدم توی 6 ترم که تقریبا معادل 5.5 ماه میشدش نوشته بود با آیلتس 6 میرسونه. به خاطر همین من خب گفتم حالا نهایتا هم میفته یه هفته بعد آزمون آیمتم من آیلتسمو میدم و مدرکشو میگیرم، خیالم راحت بودش. 3 ماه رفتم آموزشگاه سفیر که توی اون 3 ماه یه دونه کتاب مایندست 1 رو ما کار کردیم و من با کلیت پروسه آیلتس آشنا شدم. چه سوالهایی میادش، چه دیدگاههایی داره، چه جور جوابی میخواد و چه سطحی این آزمون داره نسبت به سطحی که من دارم. ولی خب اولا خیلی سفیر باز واسه من کند پیش میرفتش و کلاس‌های سرعت ترمی که کدش. مؤسسات کلن به این شکله. خب تو آره، در برای اینکه تو نهایت یک تعداد ماهای بیشتری بیای بیشتری رو پول در بدی، واقع بری شهریه بدی. بله دقیقا. و مخصوصا هم توی امتحانام تلاش میگردن که حتی تو بیفتی که مجبور شی اون ترمو دوباره برداری. دوباره حالا شاید برداری. خیلیتشون اینه که تو قوی تر بشی، حالا قیاس مفارق نکنیم، ولی واقعیتش میگم اصلا با سرعت پیشرفتنش راضی نبودم و 3 ماه هم گذشته بود و نزدیک آیمت شد و من مجبور شدم که زبان رو بالکل ول کنم، فقط بشینم یک ماه و نیم برای آیمت بخونم که خیالم از لحاظ آزمون آیمت و به قولی برطرف بشه، خیالم راحت بشه. نشستم خوندم، خدا رو شکر رفتم با توصیه شما سنتر دبی رو زدم که سنتر حالا هم از لحاظ نظارتشون هم از نظر چی میگن نظمشون همه چیزش فوق‌العاده بود، عالی بودش. من دوستام که سنترهای دیگه بودن خیلی گلایه ها میکردن از بابت شلوغی، از بابت تقلب هایی که میشه و مباحثی که هستش، ولی سنتر دبی فوق‌العاده بود که واقعا اینها رو ممنونم خیلی ازتون بابت این جامع توصیه. آره واسه این بخش آزمون و حالا تست سنتر هایی که هست جلوتر بهش میپردازیم، چون واقعا یه بخش خیلی مهمی از کار بچه ها اینه که واقعا چطوری آقا ما بخوایم بریم الان آزمونمون رو شرکت بکنیم، اصلا چطور من بله، بتونم با فضای این تست سنتری که هست بتونم تطبیق داشته آشنا. باشم که در واقع ما بتونیم که این رو انجامش بدیم. و برای حالا بخشی که هست ما بریم سراغ خود آیمت تا بعد برسیم به روز آزمون بله اگر موافق باشی. و بله. اینکه سروش تو پایه درست خیلی خوب بود. بگم البته توی ریاضی فیزیک نه، توی ریاضی فیزیک 0 مطلق بودم، 0 حدی هم نه. ریاضی فیزیک هم واقعا ضعیف بودش. لحاظ زیست خب نه، زیست هم خوب بود ولی ژنتیک نه، که یه بخش قابل توجهی از مباحث آزمون آیمت هم ژنتیک، مخصوصا بخش مندلی هستش که خب نه ژنتیک رو بلد نبودم، ولی توی شیمی و زیست میتونیم بگیم که بله پایه خوبی داشتم. برای اینها چه منابعی رو استفاده کردی؟ چه کتاب‌هایی رو خوندی سروش؟ چون خیلی از بچه‌ها توی این منابع در واقع به نحوی غرق شدن و این یه شرایط سختی رو برای انتخاب بچه‌ها به وجود آورده که ما چیا رو اصلا بیایم بخونیم که به درست. دردمون بخوره.
در خصوص منابع رضا بخوام برات بگم، خب من میگم وقت پایه خوبی داشتم توی تایم کوتاهی من منابع اومدم جمع بکنم. من برای ریاضی و فیزیک خب اول رفتم، من اول رشتم ریاضی بودش و رشتم ریاضی فیزیک بودش، یعنی قبل از اینکه کنکور 1400 تجربی بدم 2 سال قبلش کنکور 98 من کنکور ریاضی داده بودم. رشتم ریاضی بودش، سر همین من فلش بک زدم فقط به اون موقع جزوهایی که از استادای اون موقعم داشتم رو، چون دیدم جزوه کامل بود، استادامونم خیلی خوب درس داده بودن، خیلی بیشتر از سطح کتاب درسی و در واقع در سطح آیمت درس داده بودن و من از اون منابع استفاده کردم و خدا رو شکر خوبم، کافی هم بودش برام. برای شیمی من خب پکیج استاد دلیری داشتم، از روی اون خوندم. برای زیستم پکیج استاد حسین زاده رو داشتم، ویدیوهای ایشون رو نگاه کردم. ولی چیزی که از همه اینا واسم مهمتر بودش و تأثیرش بیشتر بود، من کل این درس خوندنام و به قولی مطالعه کردنام یه ماه و نیم طول کشید. یعنی میگم چون روزی تقریبا حدود 10 ساعت 11 ساعت درس میخوندم حداقلش، به خاطر همین زود مطالعه رو تمام کردم و فوکوسم رو گذاشتم روی تست. تقریبا کتاب تستی توی بازار نبودش که خود شما برام کلیشون رو فرستادید که من زدم. من از آلفا تست ها، کتابای بیمت، آزمونای بیمت، پس پیپرها که همه چی بیمت، نمیدونم رد اسپات، بیمت ها، آیمت ها، هیومانیتاس ها، پس پیپر هر چی دستم میومد میزدم، حتی 2 بار فکر کنم حتی بجز کتابای AP. یعنی من کتابای اینطور AP. بود که یک سری مواردی رو به سروش معرفی کردم. بچه‌ها ببینید وقتی کسی که پادرسش باشه بخواد بخونه، نمیدونم من زیر نور 35 درجه خورشید ملایم باید باشه درس بخونم، حالا نمیدونم زاویه آرامش 45 داشت، درجه آره حالا هر زاویه‌ای میخواد باشه، نمیدونم رو به افق باشم، رو به عمود باشم، نمیدونم زاویه‌ام اینطور باشه چطور باشه، هر بهانه‌ای میاره که نخواد درس بخونه و این بهانه رو تو روز آیمت هم میکشونن. خب ما متقاضیان موفق داشتیم، متقاضیانی هم داشتیم که در واقع نتونستن قبول بشن. وقتی که آمار قبولی گروه نکته و تست ما که سروش جان توش بود و انقدر بالا بود، به خاطر اینه که بچه‌ها جون و دل مایه میذاشتن که بخوان درس بخونن، وقتی که درس خوندن وارد بشن، حاشیه نزنن و همین باعث شد که بسیاری از اونها موفق بشن و من به همچین چیزی بسیار افتخار میکنم. چون من کتاب تست ها رو بر فرض مثال به بچه‌ها که میدادم که بخوان حالا کار بکنن، که حالا ما منابع تست جداگانه هم جدیداً طراحی کردیم که بچه‌ها میتونن استفاده بکنن، اینه که من میدیدم این تست رو من نفرستاده سروش تمومش کرد و میگفتم سروش چطور؟ بعد مثلا سروش میگفت که من امروز نمیدونم 13 ساعت درس خوندم. من میگفتم بابا مگه داره زندگی نداری تو؟ و واقعا سروش از زندگیش زد و میبینید که قبول شده در طی 5 ماه. بله پس سروش در طی 5 ماه قبول شده، ما هم حتما میتونیم. شاید شما توانمندتر باشید ولی خب برنامه‌ریزی دقیقی میخواد، شاید شما تایم بیشتری بخواید. این دلیلی بر باهوش بودن، خنگ بودن اینها نیست، مرتبط با اینه که شما تعهد کاری داشته باشید و در طی این گذر زمانی که هست تا آیمت حالا پیش رو دارید، اینه که بخواید دقیقاً اون چیزهایی که نیازتونه و توی آزمون مطرح میشه بخونید. نه که نمیدونم حالا بخواید شما یه شیمی مثلا، بعضی از اساتید هستن میان خیلی بالاتر درس میدن، ما نمیخوایم بیام بیوشیمی خیلی خفنی یاد گرفته باشیم یا امثال همچین چیزایی. و به صورت کلی شما باید ببینید که چه چیزی توی آزمون آیمت مورد سواله و اونها رو بخونید که سروش تونسته بود اون قسمت ها رو به خوبی با توجه به اینکه بسیار تلاش میکنه اینها رو به دست بیاره. و اینکه یه نکته‌ای که گفتی، من گفتم یه بار دیگه هم بذار روش تاکید بذارم، واقعا مهمتر از خوندن و هوش و این بحثا چجوری خوندن و درست خوندنه. یعنی من اصلا جای آزمون و خطا نداشتم، اصلا وقتشو نداشتم که بخوام آزمون و خطا کنم. حالا این منبع رو بخونم خوب نبودش، برم منبع بعدی. و اینکه بهم هم شما مخصوصا حالا توی درس ریاضی فیزیک استادی هم نداشتم خودم میخوندم، هم توی شیمی و زیست، اینکه اساتید میگفتن که کدوم مبحث از کدوم کتاب و به چه شکلی باید خونده بشه. چون متاسفانه درباره آیمت 2 تا بحث هستش، یک این که هیچ رفرنس مشخصی نداره، فقط یه سری مباحث مطرح شده و فقط شما میدونید که این موضوع باید بلد باشی، چقدر تا چه عمقی باید بلد باشی. بعد رفرنس های مختلفی، بعضی از جزئیات با هم دیگه تضاد دارن و این اونو نقص میکنه و شما و این تاپیک ها ساب تاپیک داره. دقیقاً. و این تاپیک ها ساب تاپیک داره که حالا ما اصلا اینو اومده گفته این یه سرفصل کلیه این سیلابسی که هست، حالا چی شو بخونم؟
دقیقا. و این دوتا موضوع فکر کنم جفتشو گفتم دیگه، یکی اینکه چه منابعی بخونی، یکی اینکه تا چه عمقی از اون مطالب رو بلد دقیقا. باشی. واقعا دوتا موضوعی که آدم ندونه اصلا نمیتونه درست بخونه، یعنی پروسه مطالعهش درست پیش نمیره. توی بحث تست عوض میشه بازی ها. توی بحث مثلا من کتاب رد اسپات چه زیستش چه شیمیشو دوبار زدم و همه میگفتن که آقا رد اسپات کتاب خوبی نیستش، اصلا برای آیمت تست فرق داره. تست رو شما باید بزنید که دیدهای مختلفی که یک طراح میتونه نسبت به یک مبحث داشته باشه رو ببینی. حالا نهایتا میبینی یه موضوعی که نخوندی تو و میدونی هم که حالا از روی تجربه بقیه از این موضوع سوال نمیاد. توی هر آیمتی که من دیدم نهایتش یه موضوع خارج از چیزی که عرف آیمت هستش سوال اومده، اونم بیشتر از یکی دوتا واقعا فکر نمی کنم توی 60 سوال امکانش باشه که اینجوری سوال طرح بشه. به خاطر همین آدم باید تجربه کسایی که بلد این قضیه هستن داشته باشه که بتونه درست درس بخونه. ولی توی تست من میگم همین الان شما هم گفتید و واقعا من حتی آخرش هم فکر میکردم من تست کم زدم. من 2-3 هفته مونده به آزمون آیمت بودش که شما کتاب آلفا 10,000 رو به من معرفی کردی و من به استاد حسین زاده این داستان رو مطرح کردم. دیدم که استاد حسین زاده دادن اینو برای ترجمه کردن به یکی از شاگرداشون که ترجمهشو بزنن و من وقت نکردم کل این کتابو بزنم و این مثلا قبل آزمونم استرس داشتم که نکنه از این سوال بیاد من نخونده باشم، مخصوصا این که میدونستیم اون موقع طراح آزمون آیمت مینور شده، همونی که آزمون‌های آلفا تست رو طراحی می‌کرده و خیلی استرس بهم اومده بود. با وجود اینکه من تمام سوالای سیو مای اگزم رو زده بودم، آزمونی نبود که برگزار بشه و من تو شرکت نکرده باشم. مخصوصا آزمونایی که ما حالا توی اون تیم اون گروه ایتا تستی که شما زده بودین شرکت میکردیم توش که به شدت هم سوالاش استاندارد و شبیه آیمت بودش، من فکر کنم اولین کسی هم بودم همیشه که آزمونا رو میزدم و جواباشو برای شما میفرستادم توی اون گروه. و شرایط به و این شکل بود که واقعا ما هر منبع تستی رو که معرفی میکردیم من گفتم واقعا این شخص میخواد چقدر تست بزنه که برسه، ما آموزش رو داریم. و اون تایمی که ما با هم شروع کرده بودیم من واقعا داشتم 2 تا 4 تا این کارو میکردم، ولی وقتی که یه کسی همت بذاره آیلتسی که 9 ماهه رو میاد توی تایم کمترش، تازه با این که فشار آماده سازی یا آزمون دیگه باشه رو میاد حل میکنه، دوباره حالا میاد یه سری فشارهای دیگر رو مثل اینکه چطوری من خود آیلتس رو آماده بشم و حل میکنه، همه این چیزها رو کنار میزنه و قبول میشه و میاد اینجا. و اینکه سروش یه قسمت خیلی مهمی که الان بچه‌ها دنبالشن اینه که اون در واقع فن آخر اون چه توصیه‌ای واسه بچه‌هایی که الان دارن آماده میشن واسه آیمت‌های پیش رو داری که ما الان این ویدیو رو داریم در واقع دسامبر 2025 میگیریم، برای بچه‌هایی که 2026 میخوان وارد بشن بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. رضا من 2 تا نکته فقط میتونم بگم که الان توی این مسابقه که یعنی توی این صحبته که الان فکر کنم بودم 20-25 دقیقه هم شدش با هم دیگه داشتیم، چند بار بهشون اشاره کردم چون واقعا میگم این اصلا طلایی ترین نکته است. یک، اگر قبل از عید و منظورم همین حوالی اکتبر، نوامبر، دسامبر، حالا به شمسیش فکر کنم مهربان آذر اینطور میشه، دارید استارت آزمون آیمت رو میزنید، تا قبل عید یا نهایتا فروردین اردیبهشت آیلتس پروندهشو ببندید. من استرسی که کشیدم به خدا میگم، استرسی که کشیدم یعنی کل آیمت یه طرف، استرس آیلتس هم یه طرف. 2 بار مجبور شدم آیلتس بدم، شب روز ویزامتریکم نتیجه آیلتس یکم اومد که شدم 5.5 و اون لحظه فقط گریه نکردم. یعنی ببین زمین و زمان رو میخواستم گاز بگیرم، دنیا رو سرم خراب شده بود چون همش تو ذهنم این بودش که خب سروش تموم شد، آیلتس 5.5 شد، سفارت رو ریجکت میکنه و تمام، هیچ کاری نمیشه کردش. نه راه غیر قانونی نه راه قانونی، هیچ راهی نیستش. و واقعا اون لحظه هم خدا شما رو رسوندش که باهات صحبت کردم، گفتی که حالا ویزامتری که میرین هم یه حالت عادی داره یا حالت وی آی پی داره که میتونم وی آی پی برم یه 7 روز وقت برای خودم بخرم که بتونم یه آیلتس دیگه بدم. و نکته هم که هستش اینه که واقعا من نمرم 5.5 نبود. یعنی من با هر کسی هم صحبت میکردم همه بهم میگفتن تو برو اعتراض بزن نمرات قطعا به 6 میرسه، چون که من ماک زیاد دادم. من یه چیز فکر کنم حدود 10 تا 15 تا ماک دادم تقریبا توی هر سنتر آیلتس که اصل دین و دانش و آیلتس تهران و آیلتس آفرینش هستش. فکر کنم آفرینش بود اگه اشتباه نکنم. ایرسافام
ایرسافام، آره ایرسافام، بخشم اون مؤسسه آفرینش بود. آره. ایرسافام بودش. من توی هر کدوم حداقل 3 بار ماک آیلتس دادم تا با محیط آیلتس آشنا بشم که ببینم با کجا راحت ترم که اونجا آزمون اصلیمو بوک بکنم. و سر همین خیلی پنجانیم برام فشار آورد و سر همینه که الان دارم تاکید میکنم واقعا اولین کار اگر قبل از عید و نهایتا تا فروردین اردیبهشت میتونید تا آیلتس 6 خودتون رو برسونید، اول آیلتس نهایتا 20% 30% از تایم روزتون برای آیمت بذارید. ولی نکته دوم که مهمتره برای آزمون آیمت، تست برای من معجزه کرد. یعنی شما هر چقدر کتاب بخونی، هر چقدر درس بخونی، هر چقدر رفرنس بخونی، کاری که تست میکنه رو نمیکنه. تست اون جاهایی که بلد نیستی و میاره جلو صورتت. شما کتاب میخونی، خب میگی من اکثرش رو بلدم، یعنی نگاه میکنی خب میگه آشناس. یه جاهایی هم که مثلا یکم هم گنگه میگه بلدم، آره بلدم، روش رد بشی. ولی تست همون جاهایی که تو میگی بلدم آره، قشنگ میاره جلو، میگه تو بلد نیستی. و از تست مهمتر رفع اشکال کردن تسته. من هر تست واسم 4 تا سوال یا 5 تا سوال بود. یعنی علاوه بر این که صورت خود سوال یه سوال بود برام، من اگر با دلیل و منطق درست هر گزینه رو نمیتونستم برای خودم رد بکنم، یعنی دلیل قوی نمی آوردم که این گزینه چرا غلطه، یا توی سوالای محاسباتی دقیق به گزینه نمی رسیدم، اونو ولش نمی کردم. یعنی مثلا یه دونه تست زیست، من برای هر گزینش یه بار رفرنسام و یه بار جزوه‌ام نگاه میکردم که اون نکته رو در بیارم، بفهمم این سوال دقیقاً غلطش چیا بوده و درستش چی بوده، به چه دلیل، و بعدش میرفتم تست بعد. و برای تست بعدش هم حالا بچه‌ها میگن خب اینجوری آدم تست بزنه داره سوالو میسوزونه. اصلا سوال سوزوندن نداری. من تمام کتابامو 2 بار زدم، تمام آزمونامو 2 بار زدم، اصلا چیزی به اسم سوال سوزوندن نداریم. واقعا شما باید یاد حرفای خیلی بگیری. مهمی زدی سروش. شما اینجا باید یاد بگیری. پیوی ما سوراخ شده. آقای رنجبر، ما نمیتونیم بعد از آیمتمون آیلتس بدیم. من میخوام آیمت بخونم. بله میتونی، ولی به استرسش نمیارزه واقعا. ولی پیر میکنه. آره واقعا وقتی که تو میتونی که آیلتس تو توی این وضعیتی که آیلتس توی ایران خب خیلی سریع بوک میشه، پر میشه ظرفیت ها، خب این آیلتس تو برو بده دیگه. میخوای دنبال چی هستی؟ حالا این آیلتس حداقل 6 بوده توی سال قبل، این افزایش نمره داشته باشه چقدر هست؟ تازه اون هم به اما اگر میکشه. نمیدونم، من میترسم برم نمیدونم تست بزنم. خب از چی میترسی؟ حالا الان تو تست نزنی، روز آیمت تست هایی که تو باید بهشون پاسخ درست بده میاد جلو چشت، اون موقع هم از تست زدن میترسی. من وسواس فکری دارم، یه خط تو 10 بار میخونم، تو 20 بار بخون، تو 40 بار بخون، چیزی به دانشت اضافه نمیکنه. من یادم میره اگر چیزی بخواد یادت بره، اون ارزش در واقع اینکه تو بخوای 20 بار بخونیش رو نداره. تو با تست این رو مرور میکنی. مطالعه که سروش داشته بر مبنای تست یا تست بیس بوده و این یکی از سریع‌ترین شیوه‌هایی هست که شخص میتونه به اون آزمون برسه. آزمونای آیمت رو نمیدونم پس پیپرامو سوخت میشه، اینا رو میخواید کجا با خودتون ببرید؟ شما قراره که آزمون بدید. این سوالات میگن واقعا سوالات پرتکرار. یعنی واقعا کاش من اینجا میتونستم این پیشونیم و اینجاش دقیقاً همچین سوالاتی که الان و صحبتایی که الان کردیم رو حک بکنم و بچه‌ها این تیکر رو 10 بار ببینید. تو رو خدا واقعا یعنی واقعا من پیر شدم از این قضیه. من آیلتسمو دوست دارم 7 بگیرم. خب 7 بگیرید میخواید چیکارش بکنید؟ بسیار عالی. ولی واقعا اینه که شما حداقل ها رو که رد بکنید 7تون بشه 8، کسی بهتون آفرین هم نمیگه توی سفارت. حتی مورد بوده که آره ببخشید وسط صحبتت رضا، یه نکته که یکی از استادان به من میگفت شمایی که داری توی تایم کم برای آیلتس میخونی، حرفش خیلی درست بودش. میگفتش تو اول وظیفته که سفارت تو اوکی بکنی. تو اول برو آیلتس 6 تو بگی، بعد بشین در حد آیلتس 9 اطلاعاتتو بالا ببر. بشین بعدش اول آیلتس رو بگیر. حرفش این بود اول آیلتس رو بگیر، خیالت راحت بشه، بعد مردی بعدش بشین برای بشین زبانتو قوی کن. این که هی بگی میخوام زبانم قوی کنم، این که هی بگی واقعا نمیشه، اصلا نمیرسی. یعنی این همون کمالگرایی است که تا هر چقدر براش سور بزنیم باز یه جای لنگ میذاره آدم. واقعا همینه. چون الان خیلی از بچه‌ها فکر میکنن که مثلا اگر آیلتس بالاتر بگیرن آیا
تأثیری میگذاره. بچه‌ها باید تازه نمرات کلتون یکیشه، بعد نمرات در واقع تک درستون هست، بعدن میان سراغ زبان. یعنی احتمال برخورد شهاب سنگ در همین الانی که من و سروش داریم این جلسه رو برگزار میکنیم خیلی بیشتر میشه تا اینکه شما بخواید دقیقاً به این نقطه برسید. و اینکه نه که حالا بیاید برید نمیدونم آیلتسمون رو ماسمال بکنیم، ولی خب آره اونقدر بالا قطعا. بگیرید که از یه نمره چیزی که بالا مهمه بدش که میاد. هم آزمون آیمت به زبان انگلیسیه، پس شما باید زبان انگلیسیت قوی باشه. همین که بعدش حالا میگه آیلتس رو گرفتی، بعدش هم که میای اینجا همه درس‌ها به زبان انگلیسی، استاد امتحان اورال ازت به زبان انگلیسی میگیره. نتونی از پسش بر بیا، یا این بچه‌ای که میرن آزمون رو میخرن یا نمیدونم میرن حالت هومیدیشن میدن که بتونن تقلب بکنن این بحثا. خب حالا تو گیرم اونم رد کردی، آیلتس تو گرفتی، مدرک تو گرفتی، پا شدی اومد اینجا لنگ میمونی، اینجا بورسیت از دست میدی، اینجا قاعدتو نمیتونی پاس بکنی. خب بدتر میشه. درسته. آدم و تو این تذکری که مملکت ما اینجا خودش باشه بهتره تا اینکه پاشه بیاد اینجا از همه چی رونده بشه. و تذکری که ما میدیم به شما این هست که در واقع هیچ راهی بهتر از صداقت نیست و در آزمون‌های آزمایشی و آزمون‌هایی که اصلی هستند و خب به هر حال داره برگزار میشه در کشور ما یا در سایر کشورها، اکیداً از هر نوع تقلب خودداری بکنید. سختگیری‌ها بیشتر شده. ETS بر فرض مثال حتی یه تعدادی از افراد رو شناسایی کرد، آزمون‌ها لغو شدن، اینها بند شدن. حتی سایر آزمون‌هایی که بودن شخص در حین سفارتش رفته اونجا، تمامی ادمیشنش تایید شده، همه این چیزها، و بله به مشکل خورده. و این اتفاقی که بعضی ها میان رقم میزنن باعث سخت‌تر شدن روند افراد بعد از خودشون میشن. ما همیشه جلو پای خودمون رو نگاه میکنیم، ولی ببینیم که حالا افرادی که بعد از ما میان به چه شکله. شما اگر این مسیر رو بخواید رد بکنید، پس فردا میخواید چیکار بکنید؟ اونجا باید تازه ایتالیایی هم یاد بگیرید. حالا این که شخص بخواد با یک شیوه ناقص وارد بشه قطعا توصیه نمیشه. سرش بریم سراغ دانشگاه. فدریکو دانشگاهی که آره توی ناپل واقعا برای خودش یه نگینیه توی دانشگاه‌های جنوب و کیفیت فوق‌العاده‌ای داره. کیفیت آموزش و تدریس و چطور میبینی؟ مخصوصا بیولوژی رو بعد بهم بگی. آره چون میدونم حسابی اذیت شدی سرش. آره سر بیولوژی که حسابی اذیت شدم. رضا جونم برات بگه که خب من داشتم برای اینکه حالا یکی از مهمترین کارها توی پروسه مهاجرت انتخاب شهر و دانشگاهه. یعنی واقعا فرقش در این حده که یک کسی با همین شرایط من توی دو تا شهر مختلف باشه، دو تا سبک زندگی، یکی خوب یکی بد میتونه داشته باشه. و داستان از اینجاست که من به عنوان یه دانشجو تمام بیس زندگیمو روی بورسیه حساب کردم، درس خوندنامو روی یه دانشگاه خوب حساب کردم که بعدا مدرکشو میگیرم بتونم 4 تا دانشگاه دیگه ببرم نشون بدم و بگم من از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم و بعدا بتونم اونجا حالا برای تخصص اقدام بکنم. و از همه اینا مهمتر اون موقع که داشتم میومدم اینجوری بودم که بذار تمام پلای پشت سرم هم خراب نکنم. اگه 1% نتونستم یا نخواستم ایتالیا بمونم، خواستم ایران برگردم، دانشگاه هم مورد تایید ایران باشه که وقتی برمیگردم دوباره مجبور نشم برم کنکور بدم و رشته‌ای که حالا میخوام و قبول بشم و بخونم و برمیگردم مدرکم تطبیق بخوره. خلاصه این صحبت‌های زیادی که داشتیم رسیدیم به شهر ناپولی به عنوان اولویت شهری که شهر به شدت دانشجو پروریه. من فقط یک پرانتز این وسط بدم. دانشگاه لویجی به خاطر اینکه یک تایم مورد تایید نبود، یک تایمی در حالا مسیر اپلای بچه‌هایی که در سالهای گذشته بودن، فدریکو مورد توجه بیشتری بود. الانی که داریم باهاتون صحبت می‌کنیم تمامی دانشگاه‌های آیمتی مورد تایید وزارت بهداشت ما هستن. بچه‌ها میتونن که حالا به این آپشن برگشت و حالا آزمون ملی و باقی مواردی که هست هم فکر بکنن و خیالشون راحت باشه. سروش جان ممنون شم ادامه بدید. بله خب طبق صحبت شما اون موقع من برای 2023 میدونم که مثلا اگر اشتباه نکنم لویجی مورد تایید نبودش، که اصلا به خاطر همین من اول فدریکو رو انتخاب کردم. دانشگاه برتری بودش توی بین دانشگاه ایتالیا. تدریسشون رو میدونستم که استادهای به شدت سختگیر و حالا ایتالیا که کلا تا دکتر عمومی کلا تئوری محوره، خیلی
چیز پرکتیکال نداره، خیلی کورس های پرکتیکال نداریم، مگه اینکه دانشجو خودش اصلا میگن سر کلش بجنبه و بتونه بره حالا با استادها ارتباط بگیره، وگرنه توی کورس درسی خیلی کارهای پرکتیکال نداریم. پرکتیکال بیشتر میفته توی تخصص. البته ناپولی یه دونه ویژگی خاص داشته که بچه‌ها اونجا فیض بردن. فدریکو استاد در واقع شما که بچه‌ها رو برای جراحی هایی که بودن برده بود، فکر کنم آناتومی بود، درسته؟ نه درس آناتومی اون نبودش. یه درسی داریم به اسم Basis of Clinical Medicine که ما یکی از استادامون به عنوان حالا به قول خودش از گیفت به همون میگفتش که میتونیم 1 روز یا 2 روز اگر به شرط اینکه با خودمون اسکراب داشته باشیم، سر صدا نکنیم و به قولی نکات بهداشتی به اون هم میگفتش، مثلا لازم استریلیسیون چه نکتهایی باید رعایت بکنیم با کفش وارد اتاق عمل نشیم به عنوان. البته بعضی از بچه‌ها رفته بودن شکم مریض رو تاچ کرده بودن. اینو حالا نه نه اصلا 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 این اجازه رو بچه ها نمیده. توی حالا اون جراحی که بوده یه بخشی از روده یه کیس رو به قولی استاد خودشون جراحی کرده بودن، بریده بودن و بچه ها اون یه تیکه که بریده بودن رو حالا اومده بودن پست استوری گذاشته بودن که آره کار ما بوده. ولی نه اینجوری هم نیست که حالا بگیم بیمارستان اینجا استادا راحت اجازه میدن. نه این وقت سفارت بود که یه عده‌ای نتونسته بودن بگیرن، به بچه‌ها میگفتن ما اومدیم گرفتیم برای بچه‌ها، چون یه سری ها در واقع این ادعا رو داشتن که وقتای سفارت ما اوکی کردیم، وقتای سفارت خود بچه‌ها اوکی کردن. آره دیگه خود بچه‌ها اوکی کردن. آره هر سال همینجور بوده با یه سری راهنمایی که حالا بچه‌ها از شما و حالا افرادی که هستن میگیرن، ولی اصل کار همیشه با خود بچه‌هاست. هیچ وقت کسی دیگه ای نمیتونه بیاد کار شما رو انجام بده. و خلاصه که در باید دانشگاه داشتم میگفتم، اینجا خب دانشگاه با دانشگاه فرق داره، ولی دانشگاه ناپولی این دانشگاه جزا ما به شدت هم از بابت درس ها سخت گیره. یعنی درس مثلا توی یک ترم، حالا اینو واقعا من خودم باش مشکل دارم، یه سری درس ها رو توی یک ترم با هم دیگه میندازن که هر کدوم از اون درس ها واسه یک ترم جدا کافیه. و مثلا همین الان توی ترم 3 که هستم، من الان آناتومی و بیوشیمی و فیزیولوژی رو دارم باید با هم دیگه پاس بکنم و خب واقعا سنگینه. و حالا مثلا توی ترم قبلیم درس بیولوژی، من یه خوبی اول اینجا یه پرانتز باز بکنم، خوبی که ایتالیا، حالا نمیدونم توی کل اروپا این قضیه هستش یا نه، من دارم در ایتالیا که خودم دارم دیدم و تجربه کردم میگم نسبت به ایران داره. ما ایران یه بار فرصت داشتیم یه آزمون رو بدیم، پاس کردی نکردی رفت تا سال بعد و در نمرش هم اذیت میکرد و ثبت میشد و این بحث. ولی اینجا یه چیزی تحت عنوان کال ما داریم که یک درس رو شما توی سال فکر کنم حدود 12 بار میتونی امتحان بدی و حتی اگر نمره‌ای که گرفتی مورد قبولت نبود میتونی به استاد بگی من این نمره رو قبول نمی‌کنم که یه بار دیگه ترای بکنم و نمره بهتر برام ثبت بشه. حالا واسه بچه‌هایی که کارنامه براشون خیلی مهمه، نمره‌هایی که میخوان بگیرن خیلی براشون مهمه و حالا بعداً به معدلشون دارن میخوان حساب باز بکنن و به قولی روش سرمایه گذاری بکنن، خیلی فاکتور مهمیه که استاد بگی من این نمره رو قبول نمی‌کنم تا بعداً دوباره آپشن امتحان مجدد رو داشته باشی، بتونی یه بار دیگه تلاش بکنی، بیشتر بخونی، نقاط ضعفتو در بیاری. البته حداقل واحد هم باید واسه بورسیه مد نظرشون باشه. اما یک سوال فدریکو هر ماه اپلو و حالا کال امتحانی داره مثل لویجی؟ رضا نه هر ماه نیستش. ببین ما توی 4 تا درسیمون اسم ماها رو توی قالب 4 تا بازه 3 ماهه می نویسن که مثلا توی ماه جون، جولای و آگست که حالا آگست که همیشه اینجا تعطیله و اصلا اون یه ماه هیچ آزمونی برگزار نمیشه، میگن 3 تا کال آزمون ما داریم. ولی غالبا حالا تو این 1.5 سال که من تجربه کردم این 3 تا کال تقریبا توی 1 الی 1.5 ماه برگزار میشه و مثلا شاید یه دونه آزمونش یه دونه درس به ماه سوم بکشه. حالا میگم این چیزی که تا این ترم 3 که من الان توش هستم دیدم، واقعا بچهای سال بالایی‌تر خیلی خبر ندارم، ولی توی این 3 ترم اکثرا اینجوری بوده امتحانات نهایتا توی 1 یا 2 ماه برگزار میشه و امتحانات ترماتون رو همون سپتامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه هست. بله بعد دوباره جون، جولای. بله اینا اگزم اپلاتونه. بله
ولی خب لابله‌هاش مثلا استادا میان برای خودشون هم حالا یه سری فاکتورهای دیگه رو مشخص میکنن. مثلا ما درس آناتومیمون گفته بودش که من 2 تا میان ترم تو طول ترم برگزار میکنم که اگر این 2 تا میان ترم رو پاس کردی باشید از امتحان ریتن فاینال اگزم خب مثلا معاف میشید. این آپشن ها هم وسطش هستش. ولی اصل این داستانی که کال بندی کردن امتحان ها رو به خاطر اینکه تایم امتحان ها هم خیلی نزدیک به هم هستش، یعنی توی هر کال اون حالا 3 تا درس 4 تا درسی که بعد امتحان بدیم نهایتا 3 روز 4 روز بین هم دیگه یا حتی کمتر فاصله هستش، بیشتر برای این قضیه که شما خودت برنامه‌ریزی بکنی که فلان درس رو من توی فلان کال برگزار میدمشو میبندم پروندهشو کال بعدی برای یه درس دیگه و اینجوری متوجه برنامه‌ریزی شدم. بکنی. ولی خب بچه‌هایی هم هستن که تلاششون میکنن همه درس‌ها توی یه کال برگزار بکنن که برن استراحت کنن. آره دیگه برمیگردن ایران یا میرن مسافرت. بله بله بله. آره خب بریم سراغ یه بخش دیگه از سوالا. سروش خب به هر حال وقتی که پاتو گذاشتی توی ایتالیا و مخصوصا ناپولی چه حسی داشتی؟ وای ناپولی اولش که اومدم رضا واقعا فکر کردم اومدم دهات. اصلا اینجا تصوری که من نسبت به خارج، خب من اولین جایی که رفته بودم دیده بودم دبی بودش. از دبی فکر کن، خب گفتم خب دبی اینجوری اروپا دارن میگن، ملت پا میشن میگن بریم ایتالیا فلان و بهمان. اصلا یه تصور در حد آمریکا و نیویورک داشتم. اومدم دیدم آسفالت داغون، یه دونه های مثلا هیچکس بلد نیستش، در حد کمترین میزانی از زبان انگلیسی مردمشون بلد نیستن و این خیلی اذیتم کرد. یعنی اوایلش گفتم بابا یکم آدم کشور غریب اومده یه زبان انگلیسی بلده فکر میکنه دیگه همه جا باید بلد باشن، ولی که نه، مردم اینجا اصلا بلد نیستن و خیلی اذیتم کرد این قضیه. اوایلش 1-2 ماه اول واقعا خیلی اذیت بودم، حتی در حد خرید روزانم که من میرم فروشگاه بخوام خرید بکنم چون نمیتونستم ارتباط برقرار کنم ببینم آقا از این که دارم میگیرم این گوشت خوکه یا خوک نیست. یعنی دیگه در این حد که چون معمولا هم اینا اصلا توی ساختموناشون اینترنت آنتن نمیده و حتی نمیتونستم گوگل ترنسلیت در بیارم که روشو ترجمه بکنم بفهمم چی نوشته. خیلی اذیت بودم. یعنی من فکر کنم 2-3 ماه اول حتی لب به گوشتم نزدم که این استرس داشتم که آجی این الان چیز نباشه، چی میگم، خوک نباشه باشه. خب یکم من این قضیه حساسم و این خیلی اذیتم میکردش. ولی خب به مرور زمان یکم زبان ایتالیایی دیگه آدم مجبور میشه و حالا بچه‌ها اینجا چند گروه میشن، بعضی دوستان برای تخصصم بمونن، بعضی از دانشگاه‌ها که اصلا مدرک زبان میخوادش وسط درسشون. فکر کنم دانشگاه میلان هم اینجوریه که توی ترم 3 یا ترم 5 اگر اشتباه نکنم بچه‌ها مدرک B1 B2 میخواد. حالا دانشگاه ما نمیخواد. اینم یکی از پوینت‌های مثبت دانشگاه ما بودش که حداقل بابت زبان خیلی اذیت نمیکنه، آدم میتونه با اون سرعت و اون میلان تایم استثناء، راجع به میلان خودش. نمیتونیم صحبت کنیم وقتی که داریم راجع به رشته‌های پزشکی تو ایتالیا صحبت میکنیم. آره و اینکه البته خب حالا این رو هم من جا داره که بگم که هر جایی توی ایتالیا فضای خاص خودشو داره. اگر شما یک فضای اروپایی در نظر دارید که مثلا چه میدونم مثل سوئیسه، باید واسه سوئیس برید سوئیس، واسه هلند برید هلند. آمستردامو جای دیگه تو نمیتونی پیدا بکنی. اما واسه ناپولی واسه خودش همیشه یه تیکه عجیبی از اروپا باقی میمونه. اگر بچه‌ها ناپولی رو در نظر دارن که مهاجرت کنن، این رویا بافه ها رو یکم واسه خودشون کنار بذارن، چون یه تیکه هایی از تهران اسلام شهر قاطی میشه با هم دیگه و شما میاد اونجا میبینید گرچه که امکانات تهران ما رو واقعا که در واقع شهر اروپایی فکر نمی کنم داشته باشه. بعضی چیزایی که ما داریم خیلی. ولی رضا یه نکته هم بهش اشاره کنم، ناپولی واقعا مردم گرمی داره، واقعا مردم خونگرمی داره. یعنی من خیلی از دوستایم که توی شهرهای شمالی هستن باهاشون حرف میزنن اینجوری که میگن همسایه از همسایه خبر نداره. ولی خب اینجا همسایه توی همسایه است. یعنی اینقدر اون دوربین مدار بسایی که همه جا هم نیستا. یعنی ما که الان دارم میلان زندگی میکنم اینه که مثلا این صاحب خونه من برام قشنگ غذا میاره، در واقع مثل فرهنگ خودمون، آدما با آدم متفاوته، منطقه با منطقه متفاوته و ما از این استثناء زیاد داریم. ولی خب یکی از دوستای ایتالیایی من از سروش، حالا از بحث هم منحرف نشیم، خب چاو بچه‌ها میدونن که هم سلام میشه هم خدافظ. بعد این اومده بود ترنسلیت کرده بود که شده بود های.
و ما داشتیم خداحافظی میکردیم و داشت به من میگفت های. آره. و زبانشون بعضا سطحشون این شکلیه، ولی خب ما داریم که در واقع آدمایی که خیلی سطح زبانشون همه جوره هست، ولی خب اگر دنبال کشور در واقع انگلیسی زبان هستید، کشور ایتالیایی که ایتالیایی زبانه آپشن خیلی فوق العاده ای نمیتونه باشه، ولی خب بابت اینکه بچه‌ها میتونن درس بخونن به زبان انگلیسی آپشن خوبیه. من خودم حالا میگم یکی دو ماه اول یکم اذیت شدم، ولی به اوورالش رو که نگاه بکنیم هزینه ها اینجا پایینه، خیلی احساس غربت آدم نداره، جشن و شادی بین مردمشون زیاده و این بحثا واقعا خیلی خیلی امیدوار کننده تر میکنه قضیه رو. یعنی حالا اون داستان این که خیلی شهر مدرنی نیستش رو در نظر نگیریم، واقعا به نظر من شهر دانشجویی خیلی خوبی میتونه باشه. و خیلی جالب این بود که در واقع بچه‌هایی که توی اونجا درس میخونن توی ناپولی، وقتی که شهرهای دیگر رو هم میبینن، وقتی باز برمیگردن ناپولی براشون احساس راحتی بیشتری رو نسبت به باقی شهرها داره. حتی منی که خودم میرم ناپولی میبینم که زندگی خیلی روال تره و در واقع خود بچه‌هایی که حالا پزشکی میخونن حتی توی فدریکو، مدیریت زندگی کارشون و درسشون خیلی بیشتر با هم دیگه میخونن، هر جایی مزایا و معایب خودشو داره. و اینکه یه نکته‌ای هم که حالا توی مسابقه قبلی تو من نگاه کردم با رضا داشتی، اونم گفتش خیلی نکته خوبیه که حالا اینجا علاوه بر اینکه شهر دانشجویی، خیلی از مردم حتی کشور خیلی حالا خوب و این داستان ها میان ناپولی که مثلا آمولفی و سورنتو و پوزیتانو و اینا رو نگاه بکنن که خب ما بغل گوشمون دیگه، ما واسه ما دیگه سفر حساب نمیشه ولی میتونیم بریم اونجا رو ببینیم. آره. اینم یه نکته بودش که گفتم اضافه بکنم به این بحثمون که ناپولی حالا خیلی هم نزده باشیمش، واقعا شهر خوبیه. آره، چون بچه‌ها وقتی که فکر میکنن ناپولی انگار مثلا دارن به یه شهر عجیب و ناشناخته‌ای ورود پیدا میکنن. نه، شهر خوبیه ولی خب تو اروپا یه کمی خاصه، چون مثلا کالای تقلبی اینجا اگر کسی داشته باشه چندین هزار یورو جریمه شه، ولی خب توی ناپولی مثلا طرف یه دونه کیف گوچی میخره بعد میبینه مخصوص خودشو دارن. آره، یعنی مثلا اینجا یه چیزی، کیفی که من خریدم ان یورو الان داره اینجا با 1/10 قیمت 1/100 قیمت داره میده. پس چرا اینطوریه؟ و خب ناپولی یه سری چیزای خاص خودش هم داره. وقتی که مهاجرت کردی سروش، خب من میدونم که توی ایران تو زندگی مستقلی داشتی، احساس تنهایی کردی یا چطور ازش عبور کردی؟ رضا نه راستش خیلی به دو دلیل. یکی همون حرفی که اولش گفتم، مردمشون خیلی خونگرمن، یعنی خیلی تلاش میکنن یه جوری بالاخره باید ارتباط برقرار بکنن و باید حرف بزنن. و یه طرفی هم جامعه ایرانی‌ها اینجا داره خیلی زیاد میشه. یعنی تو مثلا حالا این محله که من زندگی میکنم پونتیچلی خیلی حالا مهاجرنشین نیستش اصلا، فکر کنم تنها مهاجری که اینجا هستش من و دوستاییم که توی این خونه هستیم، ولی طرف مرکز شهر که آدم میره هر جا میری یه ایرانی پیدا میکنی و این یکم اون حس غربته رو کمش میکنه. منم که خب عادت داشتم، حالا همونجوری که گفتی ایرانم مستقل زندگی میکردم، عادت داشتم. بعد خدا رو شکر الان تکنولوژی هم که پیشرفت کرده، آدم هر روز با واتساپ و هزار تا راه دیگه میتونه با خانواده‌اش تماس تصویری و صوتی داشته باشه. اونقدری منو اذیت نکردش. یعنی بعد مخصوصا ماهای اول که شما میای حسابی هم درگیر کارهای اداری میشی، تا اونا رو بیای هندل بکنی و به خودت بیای 6 ماهش گذشت. حالا واسه منم احتمال 1-2 هفته دیگه هم 1 سالم تموم میشه. سر همین نه، من خودم خیلی اذیت نشدم. خیلی عالی. برسیم سراغ هزینه ها که واسه بچه ها که میخوان مهاجرت بکنن، هزینه ها خیلی مسئله مهمیه با توجه به این نرخ یورو و دلاری که داره همینطور هم بالا و بالاتر میره. عجیب داره میره بالا. بله. آره، همیشه هم همین بوده، یعنی هر موقع نسبت به نرخ دلار و یورو ما داریم صحبت میکنیم همیشه رفته بالا. یه نوسانای ریزی زده ولی خب ریزی میزنه، ولی همون نوسانه مسیری واسه بالا رفتنش. متاسفانه. اینکه هزینه‌های تحصیلی که شما داری چقدر، شهریه چقدره، آیا باید شهریه کامل بدی، بورسیه میگیری، این بورسیه پوشش چقدر میده، بعد حالا چه هزینه‌هایی رو کلا تو روزمره داری، مزنه بازار چنده تو ناپولی میتونی بگی؟
بله بله، به این رسم همونجا که گفتم من بیس زندگیمو روی 8000 یورویی که بورسیه بهم میدن بستم و این که میگم واقعا شهر به شهرم فرق داره و بچه‌ها باید خیلی با دید باز این قضیه رو انتخاب بکنن، سر همینه که شما با این 8000 یورو چجوری میتونید زندگی بکنید. درباره هزینه بخوام بهت بگم، ببین خب ما که اینجا میایم اکثر ما ایرانی‌ها به خاطر اینکه حالا ارزش پولمون متاسفانه خیلی پایینه، ایزی که اینجا واسه ما تعریف میشه تحت عنوان ایزی نرماله، ایزی نرمالمون که صفره و به خاطر صفر بودن همین ایزی نرماله شهری دانشگاه واسه ما صفر میشه و ما هیچ پولی بابت شهری دانشگاه نمیدیم، چیزی که فکر میکنم یا ترمی یا سالی بچه ها دارن حدود 2-3 هزار یورو، بچه‌هایی که بچه‌های ایتالیاییمون و حالا کشورهای دیگه میان و ایزی نرمالشون بالا هستش میدن. در فقط یه دونه پول فکر کنم مالیات ثبت نام دانشگاه اگر اشتباه نکنم که یه چیز حدود 150 یورو یا 160 یورو هستش، اونو ما هر سال میدیم که اینم با پول بورسیه، با قسطای بورسیه بهمون برمیگردن، یعنی در واقع بورسیه‌مون یه چیز حدود 8160 یورو اینطور است. یعنی بعد مبلغ تکس منطقه‌ای که میدید بله بله این بهتون برمیگرده با قسط بورسیه به همون برمیگرده بعد، ولی باید بدیمش، یعنی باید ما خودمون از حساب خودمون پرداخت بکنیم، چون دانشگاه و آدیزور که به قولی بورسیه ما رو میده دو تا مقوله جدا از همن و به خاطر این آدیزورک بعدش جبران مفات میکنه، اون 160 یورو رو بهمون برمیگرده. چقدر در سخت و مورد بد. آره یکم اون اینکه آدمی پول رو بده یکم اذیت کنه، ولی خب همین که برمیگرده چایی که خودشم. بچه‌هایی که دارن خارج از کشور درس میخونن الان، بچه‌هایی که میخوان بیان ایتالیا، در واقع یه کمی بدعادت هم شدن، فکر میکنن که اینهایی که دارن به ما اینطور خدماتی رو در واقع در دستامون میگذارن حتما بله دانشگاهاشون کم ارزش ترن. نه بچه ها، همین دانشگاهی که میبینید نه حتی واقعا تکس منطقه رو برمیگردونه از خیلی دانشگاه دیگه که شهریش 18,000 تاست، 20,000 تاست، 23,000 تاست بهتره و در بله واقع یک نعمتیه که در خدمت واقعا در واقع بچه های ما قرار گرفته و امیدواریم که بتونیم بهش در واقع پاسخ خوبی به حتی نیازهای جامعه ایتالیا ما داشته باشه و من درست. خودم به شخصه احساس میکنم که این یک لطف بزرگ بوده، گرچه که خب واقعا همه ماها استفاده های خیلی کاملی نداشتیم. اینجا بچه های میلان خیلی ها بورسیه هاشون از دست میدن بچه ها بله، این و همون بحثیه که میگم که انتخاب دانشگاه و شهر مهمه، واقعا سر همینه، اینکه چند تا واحد باید پاس بکنی، شرایط پاس کردن درسا چجوریه، شرایط سختگیری درسا، استادا چجوریه توی دانشگاه مختلف، واقعا فاکتور مهمیه واسه ماهایی که داریم اینجا. حالا اوایل که اولش هم که داریم میایم داریم ریالمون رو تبدیل به یورو میکنیم و اگر بورسیه رو از دست بدیم، زندگی کردن با پول ریال، با واحد پول ریال توی کشور اروپایی واقعا سخت و اذیت کننده است. میشه بچه‌ها هستن خدا رو شکر زندگی دارن میکنن، بالاخره اینجا شرایط کار هم هستش، بچه‌ها میتونن راحت، حتی اون اوایل هم که میان با زبان انگلیسی هم که بگردن بالاخره یه سری کارها پیدا میشه و ایتالیایی که یاد بگیرن که هر جا بخوان کار براشون هستش و میگذره. ولی خب بهتره که آدم حتما از قبل اینکه مهاجرت بکنه و این پروسه رو استارت بزنه یه دید بازی نسبت به این قضیه داشته باشه که خدا رو شکر شما خیلی خوب تو این زمینه من راهنمایی کردید عزیزی. و برسیم سراغ پیدا کردن خونه و در واقع این چیزها، چون این مسیرش به خاطر آشنایی تو با بعضی از دوستایی که داشتی و حالا اساتید هستن خیلی راحت تر هم شده. اینکه خونه رو بله چطور پیدا کردید، همه بچه ها به یه شکل اینجا پوستشو کنده نمیشه. یک نفر مثل دقیقا آقا سروش دیگه سختی هایی که باید پشت سر میگذاشت و واسه آیلتس و آیمتش پشت آیلتس سر آیمت گذاشت. کشیدم دقیقا. آره آره. من واقعا این جزء معدود کسایی بودم که واقعا تو این زمینه خدا رو شکر اصلا اذیت نشدم، چون همون دو تا دوستم که قبل از من اومده بودن خب خونه اونا جا داشتش. من از ایران اصلا قبل از اینکه آیمت رو شروع بکنم خب میدونستم جای من میرم خونه با اونا هم خونه میشم و پول میدم که خدا رو شکر هم بچهای جای خوبی هم خونه گرفته بودن، یه خونه بزرگی هم هستش و منطقهش هم منطقه، حالا ببین رو راستشو بگم اصطلاحا میگن منطقه مافیا خیزه، یعنی مافیا از اینجا رشد میکنه پخش میشه تو مناطق دیگه، ولی من ندیدم. یعنی میتونم بگم که خیلی بزرگ نمایی ها تو این قضیه شده که آره ایتالیا که خب کشور مافیاییه، حالا از اون طرفش ناپولی هم که سلطانشه، ولی واقعا نه، من الان 1 سال شد دیگه کسی اینجا کاری دارم نداره زندگی میکنم، واقعا. واقعا کسی به من جوجه دانشجو حتی نگاه هم نمیکنه، یکم ما بخوام معمول اینجوری هم
آره بله حتی بله. منی که سفر رفته بودم اونجا من میرفتم گرانیتامو میگرفتم میخوردم، کاری نداشتم که در واقع مافیا خیزه یا نه. در واقع اونجا توی ناپولی از شیرینی های خود ناپولی هم بخوایم بگیم اینه که زندگی توی ناپولی واقعا خوش میگذره. بله بله. گفتم با اون اینجا تقریبا هر شب یه جا میبینی دارن تیر ترقه روشن میکنن و دارن به قولی جشن میگیرن بابت هر چیزی به هر دلیلی، حتی بعضا بی دلیل. و خب این میگم اینا واقعا جز فاکتورهایی که خیلی مهمه واسه یه دانشجو که میاد اینجا احساس غربت نکنه. بالاخره وقتی یه جای شادی هست آدم ناخودآگاه یکم دوپامین تو بدنش آزاد میشه، یکم خوشحال میشه و واقعا اینا خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذار بودش واسه من. یه سری سوال سخت دارم، اینها رو میخوام ببینم که در واقع نظرت نسبت بهشون چیه. اگه بله. برگردی عقب بازم همین دانشگاه انتخاب میکنی؟ قطعا برگردم عقب باز همین شهر و همین دانشگاه انتخاب میکنم. معمولا وقتی که با بچه های فدریکو صحبت میکنیم این صحبت خیلی سریع اتفاق میفته که آره من اینو دوباره انتخاب میکنم، ولی اینکه در واقع یک شخص بتونه که اینقدر نسبت به مسیرش مطمئن باشه این خودش واقعا اه، به نحوی جای افتخار داره، چون که با یه آگاهی سعی کرده که این رو انتخاب بکنه، گرچه که بچه ها امکان انتقالی هم دارن. قبل از این دارم دانشگاه گزینه‌های دیگه ای داشتی؟ البته من فکر نمی کنم که بهشون اصلا در نظرشون داشته باشی توی من اون زمان. واقعیتش من واقعیتش فقط دو تا گزینه داشتم. یکی فدریکو بود، یکی لویجی. یعنی دیفالت هم این بودش که ناپل، چون دوستام هم اینجا بودن و خب گفتم بالاخره حداقل یه کمکم که بخوان از به من بکنم فقط از فرودگاه تا خونه یکم راهنمایی میکنن که من چجوری بتونم برم بیام. و به سر همین من بسته بودم که خب من میام ناپولی. درباره دانشگاه من روی لویجی و فدریکو فقط بودم، چون این دوتا دانشگاه هستن که توی ایتالیا آیمتی هستن و میگن توی ایتالیا توی ناپل آیمتی هستن و جفتشون هم دانشگاه های خوبی هم. ولی اون تایمی که من داشتم تصمیم میگرفتم نمیدونستم که لویجی مورد تایید وزارت بهداشت هستش و فقط فدریکو رو از این نظر میدونستم و اینکه میدونستم فدریکو دانشگاه قوی تریه توی کل اروپا و ایتالیا به عنوان دانشگاه بزرگ و شناخته شده محسوب میشه. من دانشگاه فدریکو رو انتخاب کردم و اینکه البته سخت‌تر بود، قبولیش خیلی کمتر بود. اون موقع 25 تا قبولی فدریکو میگرفت، لویجی 40 نفر یا 45 نفر اگه اشتباه نکنم. یعنی واقعا ریسک بیشتری هم داشتم قبول میکردم که بیام ولی خب دانشگاه فدریکو. فدریکو وقتی که ما اون تایم داشتیم صحبت میکردیم، چون در واقع اینکه حالا مرتعید باشه نباشه واسه سروش مطرح بود، ولی اینکه توی دانشگاه با رنک بالاتری هم درس بخونه در واقع واقعا حائز فاکتور خیلی اهمیت بود. مهمی بودش برای من. بله. چه چیزی با تصور قبلت متفاوت بود وقتی که اومدی ایتالیا و ناپولی؟ مورد اول که خود شهر، یعنی اصلا شهر این یه سیلی زد تو گوش من که تصورم از اروپا چی بود. آخه نامردا شما ویدیوهای یوتیوب و این برام برم نگاه میکنید هیچ کس واقعیت رو نشون نمیده. یعنی هر چی من دیدم ویدیوها خیلی خوب بودن و اینجا جز اومدم ما. اصلا واقعا خب خیلی اول خیلی خود بافت شهر منو متعجب زده کرد. مورد دوم زبان مردمشون، میگه دو تا چیزی که هزار بار تعریف کنم گفتم، اینکه اصلا ایتالی اصلا انگلیسی بلد نیستن و از اون سخت‌تر گویش مردمشون هم ایتالیایی نیست، البته ناپولیتنه. اینا میگن که این خیلی سر این حساسن و من با چند تاشون صحبت کردم که اینا دایلکت نمیدونن، اینو گویش نمیدونن، اینو زبان میدونن. یعنی میگی پرسه که بله. تو اون ایتالیایی صحبت میگن این میکن؟ زبان ناپولیتنه، نمیگن ایتالیایی، نمیگن ناپولیتنه، آره. ایتالیایی ناپولیه، میگن آره ناپولیتن. همین اصطلاحش هم همینو میگن و ناپولیتنه. آره. و واقعا سخته. یعنی مثلا حالا آدم یکم میخونه، ما مثلا میخونیم که آقا لغت صبر کن میشه اسپتا، اینا میگن اشپتا. روی شش هم یه تأکیدی میذارن، یه تأکید مؤکدی میذارن. آره. خب رسیدیم به بخش پایانی مصاحبهمون. سروش برسیم به جنبندی و توصیه ها. چه چیزایی رو به متقاضی های مهاجرت توصیه میکنی؟ 3 تاشون رو برامون بگو.
سه تا توصیه بخوام بکنم، تا الان انقدر توصیه کردم فکر کنم همونا رو بیشتر باید تکراری بگم. مورد اول که همون بحث زبان. ببخشید من فقط چیزایی دارم میگم که خودم خیلی روش اذیت شدم و واقعا میخوام بچه‌ها اینو بدونن و این کارو نکنن و به قولی پیشگیری بشه. سر همین هی روی این قضیه دارم تاکید میکنم که زبان رو تو اولین فرصت بگیرید که خیالتون راحت بشه و بتونید با تمرکز 100% با قایمت بخونید. بهترم هستش دیگه بعد اینکه آزمون رو میدید، حالا تا وقتی که وقت سفارتتون و ویزا متریکتون بشه میتونید استراحت بکنید. نه مثلا من یه ماه و نیم بعد از آیمت مجبور شدم دوباره بشینم با همون شدت قبل آیمت درس بخونم برای زبان انگلیسیم که بتونم آزمون آیلتسمو بدم. پس مورد اولم زبان. مورد دوم با یه دید خیلی دقیق و بازی نسبت به انتخاب شهر و دانشگاه اقدام بکنن. و مورد سوم اینکه یه پلن بی هم برای خودشون داشته باشن که اگر اومدن ایتالیا و 1% آزمون نتونستن واحدها رو برسونن و بورسیه رو از دست دادن، میشه نگه داشته. رضا هر شهری، چه میلانه چه هر شهر دیگه هم که اسم ببری، هستن بچه‌هایی که درس خوندن و تونستن واحدها نگه دارن. ولی خب یه اتفاقه، یه زمانی هستش، یه تایمی شما واقعا حالت خوب نیست و نمیتونی تا ددلاین. شما میتونی هر درسی رو 12 بار امتحان بدی توی یه سال، اگر اون سال نشد سال بعد حتی ادامه بدی و امتحاناشو بدی، ولی یه لیمیتیشنی هستش برای تعداد واحدهایی که شما تا طی تاریخ مشخص باید پاس بکنی و در نتیجه اون بورسیه سال بعدو بدن. یعنی این یکی از محدودیت‌ها و شرایط هستش و یه زمانی هست شما خب به هر دلیلی یه مشکلی برای بچه‌ها پیش میادش و هر اتفاقی که میفته نمیتونی واحدو برسونی یا بورسیه رو از دست میدی. نباید اینجوری باشه که خب الان من چیکار بکنم. یه پلن بی باید از قبل آدم تو ذهنش داشته باشه. و یکی از خوبی هایی هم که حالا اینجا داره این قضیه اینه که بهداشت عمومی، کارهای اورژانس و کارهای بیمارستانی اینجا رایگان هستش و شما اگر یه خدایی نکرده بالاخره یه اتفاقه، اگر اتفاقی برای شما بیفته نیاز به اورژانس داشته باشید، نمیدونم حالا هر حادثه، نمیخوام اصلا اسم ببرم، البته بهتر که بچه‌ها بیمه عزل رو داشته باشن، ولی خب بعضی جاها هستن که حالا به صورت اورژانسی دکترها میتونن همراهیایی داشته باشن. من خواستم که این مورد رو بگم، بچه‌ها همه جا اون چیزای ناپولی رو نمیبینن آخه. درسته. آره من گفتم عنوان یه فاکتور مثبت ناپولی فقط این قضیه بگم که حالا بچه‌ای که ان میان اینجا هم دانشگاهی و هم شهری من میشن بدونن که آره ناپولی حالا درست شهرش یکم بافت قدیمی داره ولی از این نظر هم ساپورتای خوبی داره. مرسی از همراهی که سروشان داشتی. ممنون از این که تا اینجای ویدیو رو با ما همراه بودید. برای ویدیوهای بیشتر که با دانشجویان شهرهای مختلف دیگه ایتالیا و در واقع کشورهای اروپایی ما مصاحبه میگذاریم که بتونید آشنایی بیشتری داشته باشید، حتما سابسکرایب کنید. اگر دوست داشتید برامون یک لایک یا کامنت بگذارید و این باعث خوشحالی ما هست که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. ممنون از تو سروش جان، مرسی از وقتی که گذاشتی. شب و روزگار بر تو خوش باشه. مرسی. خدا نگهدار. ممنونم.